این هفته خبر تو خبر داره براتون. از چشمک و چراغ‌های شیخ فری قبل از سفر زهرمالش به آمریکا که یک زمان شیطان بزرگ بود، ولی الان شیخ فری رو جون به جون کنی شیطون بلا هم حاضر نیست بهش بگه. Do you believe the United States is the great Satan? مهم این است که ما به کدام سمت داریم قدم برمی‌داریم. ما کشورهایی که تنش داشتیم و تخاصم داشتیم می‌خواهیم این تنش و تخاصم رو کاهش بدیم. Do you think the United States is the great Satan? شیطان در اصطلاح دینی ما به اون قدرتی میگن که دیگری رو فریب میده. اون چه من میتونم بگم این که آمریکا نسبت به ایران در گذشته اشتباهات فراوانی داشته. با این حال بعد از این همه موس کردنهای اعتدالی، النهایه به جای تک زنگ به اوباما یه ملاقات تشریفاتی و تکراری با بان کی مون نصیبش شد. درباره مسائل منطقه‌ای و بین المللی به گفتگو نشست. اینم دستاورد ملاقات شیخ فری با دبیر کل ملل متحد و یه سیلی حقوق بشری به بناگوش ممل آمریکایی نظام. گزارش حقوق بشری آقای دبیرکل با چاشنی انتقاد و اتهام. بان کی مون در این گزارش از ایران به دلیل اجرای حکم قصاص و اونچه به ادعای اون بالا بودن آمار اعدام در ایران بوده و همچنین متهم کردن ایران به نقض حقوق زنان انتقاد کرد. دوباره روحانی اومد ماشین نظام رو تعمیر کنه، ولی این بزبز قندی هم یکی از شانس‌های باند عظما برای کسب مدال خالیبندی تو نظام. هلیکوپتر ما تقریبا هدف یعنی مورد نشانه روی 2 موشک قرار گرفت که من دقیقاً تو هلیکوپتر که نشسته بودم یک موشک هواپیمای دشمن رو دیدم که درست از کنار هلیکوپتر که ما نشسته بودیم رد شد، یعنی با فاصله شاید واقعا 1-2 متر. برو خالی نبن، برو ما تو رو میشناسیم. و هلیکوپتر اینقدر آمد پایین، هی ویراژ میداد آمد پایین که من یادمه پایه های هلیکوپتر رفت تو آب و وقتی کج میشد بلند شد با پرهاش نزدیک بود بخوره به این نیای. حالا جالبه در تمام این مسیر که می آمد ما 7-8 تا بچهای بسیج اینا بودن، یک سر مسخره بازی در می آوردن. میگفت آی موشک آمد الان میره دور میزنه دوباره میاد دنبال توی. اون میگفت نه اون موشک با تو کار داره. همینجور مسخره بازی و اینا. این خلبان هم کمک خلبان عرق ریخته بودن از نگرانی و اضطراب. این بچهای ما مثلا انگار نه انگار تو این کارا نیستی، از علی اربانیشی. برو خالی نبن، برو خالی نبن. پام پر ترکشه داره میسوزه، منتها جرئت نمیکردم به پام نگاه کنم. گفتم فکر کردم پام قطع شده کلا بوچاله شده. گفتم الان به پام نگاه کنم ممکنه بترسم. شاید چند دقیقه من به پای خودم نگاه نکردم، 1-2 دقیقه. بعد دیدم خیلی داره میسوزه، نگاه کردم دیدم پاچه‌های شلوارم آتش گرفته. خالی نبن، برو خالی نبن. دکون باز کردی. دوباره خمپاره خورد، ترکش خورد تو صورتم و یکم خورد تو گردنم که فرو رفت اصلا تو گردن تا نزدیک نخاع رفت. و دوباره بعد از ظهر نزدیک غروب دوباره باز خمپاره خوردم. این چیزا رو به بچه‌ها میگفتم باور نمی‌کردن، میگن مثلا خالی بندی هم چیزی مگه میشه؟ ظاهرا همه این داستانا رو خواب دیده، چون تو عالم واقع اولین صدا جیمفنگش میکنه. این مسابقه خالی بندی تو نظام کلی داوطلب دیگه هم داره. یکیشون این کارشناس موزه پارین سنگیه که از عتیقجات جنگ خمینی پرده برداری میکنه. این سنگیه که به سلاح شباهت داشته. رزمنده در واقع با همین چند تا از سربازای عراقی رو اسیر میکنه. بله، فکر میکنن که اسلحه هست دستش، در حالی که هیچ سلاحی هم نداشته. تازه ترین فتح الفتوح نظام در عرصه جنگ نرم رونمایی شد. ارائه مدل موی ولایت پسند برای مقابله با تهاجم فرهنگی.
مدل موی ایرانی در پیرایشگاه‌های مردانه. خبری که اول اسفند سال گذشته رئیس اتحادیه صنف پیرایشگران مردانه اعلام کرد. تصمیم داریم با کمک وزارت ارشاد که ما این کار رو انجام بدیم و حتی به نامگذاری این مدل‌ها برسیم. حالا بریم ببینیم این پاتک نظام تو جنگ نرم چقدر موفق بوده و در 6 ماه اول سال به چه نتایجی رسیده. چه مدلایی رو دوست داری؟ 7 خامه‌ای بیشتر. این مدل رو شما از کجا پیداش کردی؟ از آقای بکام و رونالدو دیدم و بعد پسندیدم و اومدم گفتم که اینطوری بزن. یه مشتری اومد داخل مغازه گفتش که مدل موی من آرنولدی بزن. مدل مویی که میزنین چه مدلی رو شما بیشتر دوست دارین؟ من خامه‌ای. چرا این مدل رو انتخاب کردین؟ عشق به رونالدو. توجه دیگه از موبایل استفاده نکنید. نه فقط به خاطر اینکه موبایل از عوامل بیگانه است و عامل بدحجابی و همه ناهنجاری های فرهنگیه، بلکه به خاطر اینکه هر کی موبایل داشته باشه موبوفیا میگیره. میگید نه؟ هشدار تیویریش رو ملاحظه کنید. باید بگم موبوفوبیا به معنی بروز استرس و اضطراب شدید موقع دوری از موبایل یا تموم شدن شارژ اونه. اونطور که پیداست ظاهراً برای برخی از افراد دیگه کاربردی نداره و فقط به یه جور وسواس داشتن گوشی هوشمند تبدیل شده. این حالت وسواس در طولانی مدت تبدیل به یه معضل روانی برای افراد میشه که تو اصطلاح روانشناسی به اون موبوفوبیا میگن. اضطراب، تغییرات تنفسی، لرزش، آشفتگی و حتی بالا رفتن فشار علائم این نوع بیماریه. درسته خیلی از ماها دونسته یا ندونسته به این مرض دچار شدیم. ببینید این موبوفیا چه درد بی‌درمونیه که حتی سرمیکروب ویروس مسلکی مثل آهنگران هم دچار شده. دنیای مجازی در زندگی و روزهای امروز مداح پرخاطره انقلاب هم رسوخ کرده. یک لحظه این موبایل من از سر صدا نمیرسه، همینجوری پیام میاد نگاه میکنم میبینم از روایات، بحث هسته‌ای، بحث انقلاب، همه بچهای جوان. خیلی نه چون بلد زیاد نیستم، ای واتساپ و نمیدونم چی دارم هم میاد بیارم ولی بلد نیستم مثلا جواب بدم، فقط میخونم. یکی از علائم این بیماری اینه که بسیجی‌ها رو به شرشر میندازه و بیرمقشون میکنه، طوری که حس شستن 4 تا دونه ظرف رو هم ندارن. تو خونه کم کار میکنم، حقیقت داره همه به تنبلی معروفم. گاهی مثلا بتونم عیار خدا رو خداری حال خوبی نداشته باشه 4 تا ظرف بشورم و اینا، وگرنه نه. کسی که عرضه نداره ظرفای خودش رو بشوره احتمالاً موقع خرید ساندویچ هم حوصله پیاده شدن نداره. آقا کی میگه اقتصاد مقاومتی تو نظام جواب نداره؟ بفرمایید. اگر جنسی واسه صادر کردن نیست، آخوند که فراوونه، صادرات آخوند را میندازن، اونم از تولید به مصرف. حوزه‌های علمیه به عنوان یه نهاد آموزشی که قدمت بسیار زیادی هم داره، یه سری ویژگی‌هایی داره که اینها حتی قابلیت صادرات هم داره. یکی از ویژگی‌های صادراتی حوزه برابری زن و مرده که توی این نهاد موج میزنه. اول یه نگاهی به اتاق و امکانات طلبه ها و آخوندهای ریشدار بندازید. اینم اتاق و کلاس زنان طلبه در حوزه، به این میگن برابری صادراتی. حتما قبل از روزی که میخواین تشریف بیاریم، حالا گفته شده شما سال دوم هستید الان، یک پیش مطالعه داشته باشید. خب پیش مطالعه که دارید، یه بار اینجا حرف استاد رو گوش میکنیم، میشه 2 بار. به این تبلیغاتچی تیویریش هم گفتن که این جنس بنجل رو خیلی پر انرژی و باورپذیر تبلیغ کنه. چه نوع سیستم آموزشی و تعلیم و تربیت بر این حوزه ها حاکم بوده که علیرغم تمامی ادعا و قوقایی که در اون سوی آبها جریان داره، هنوز الگو و سرمشق مراکز علمی و آکادمیک غرب به حساب میاد.
سوت هفته رو خود شیخ فری زد. چجوری؟ هیچی دیگه، رفت بچه مدرسه ها رو زیر آفتاب به خط کرد تا یه سوال جذاب و خیلی مهم رو ازشون بپرسه. استقبال پرشور بچه ها از این سوال رو خودتون ملاحظه کنید. به نظر شما بعد از انجام توافق هسته‌ای با 6 قدرت بزرگ دنیا چه فرصت‌های تازه‌ای پیش روی ما گشوده شده؟ از لحاظ علمی، از لحاظ فناوری و دانش، از لحاظ محیط کار، از لحاظ اقتصاد، از لحاظ روابط ما با همسایه. آخه شیخ فری، کدوم بچه‌ای به این سوال کشکی تو جواب میده؟ این سخنرانیت هم فقط مثل همیشه حکم لالایی رو داره. به نظر شما بعد از انجام توافق هسته‌ای با 6 قدرت بزرگ دنیا چه فرصت‌های تازه‌ای پیش روی ما گشوده شده؟ از لحاظ علمی، از لحاظ فناوری و دانش، از لحاظ محیط کار، از لحاظ اقتصاد، از لحاظ روابط ما با همسایگان، از لحاظ روابط ما با دنیا. تازه ترین شاهکار، نه ببخشید، شیخ کار تیوی ریش درست کردن یه برنامه پرخرج برای فوت کردن تو بادکنک اقتدار سپاهه. بادکنکی که البته کارش به ترکیدن هم نمیکشه، از همون اول پنچره. انگیزه و جوانی، تجربه و جدیت و از همه مهمتر اقتدار. در پایان 2 بیلیارد باز حرفه‌ای رو می‌بینیم که کارهای عجیبی میکنن، اما اینکه کدوم عجیب تره رو خودتون قضاوت کنید.